سپس نقطه دیگر که شیخ حفظه الله تعالی در باب آداب طالب علم سخن میگوید سلامت الصدر، آداب طالب علم و سلامتی دل آن. الله سبحانه و تعالی دوستش خلیل خود ابراهیم علیه السلام را با سلامتی دل ستایش کرد و فرمود اذ جاء ربه بقلب سلیم، هنگامی که نزد پروردگارش با دل سالم آمد. ابن قیم رحمت الله علیه میفرماید که ولا یتم له سلامته مطلقا حتی یسلم من 5 اشیاء، سلامتی دل کامل نمی شود تا از 5 چیز سلامت گردد. اولین آن از بزرگترین آن من شرکین یناقض التوحید، از شرکی که توحید را نقض نابود می سازد و می شکند. و بدعتین تخالف السنه، و بدعتی که سنت را مخالفت می نماید. و شهوتین تخالف الامر، و شهوتی که امر فرمان الله را مخالفت می نماید. و غفلتین تناقض الذکر، و غفلت که ذکر را از بین میبرد. و هوا یناقض التجرید، و هوای نفس که اخلاص را نابود میسازد. در آخر فرمود و هذه 5 حجب من الله، این 5 چیز یک پرده، یک مانع است از الله سبحانه و تعالی. شرک توحید رو ویران میکند، شرک دین رو از الله دور میکند، دل رو از الله کنده میکند، چون تکیه و امید به غیر الله هست، به آدم، پول، جادو، تمار، هر چیز دیگری، و انسان را هلاک میکند و اعمال اون رو حبطه میسازد. دوم بدعت که مخالفت مینماید بر سنت، وقتی که انسان دین را با چیزهای نوی به اساس آمیخته میکند راه را گم میکند، اخلاص بنده و درستی راهش گم میگردد. و شهوت که مخالفت فرمان الله را مینماید، هر خواهش حرام، هر نگاه حرام، زنا، نوشاکی، مال و منصب ورای حرام دل را سیاه میسازد و آخر انسان را به سوی گهدان جهنم میکشاند. غفلت، غافل ماندن از ذکر یاد الله، فراموشی الله، سستی در نماز و قرآن و دعا دل را خنک و سخت میگرداند. هیچ کس دلش خنک و سخت نشد مگر سستیش در نماز و پایبندی کتاب و سنت بودنش. غفلت در دین الله بودنش او را به این حال آورد. هوای نفس مخالفت می‌نماید اخلاص را، برای نمایش، برای شهرت، برای بحث، برای غالب شدن، برای منمنی و غیره و غیره. پس این 5 چیز رو ابن قیم گفتن رحمت الله علیه یک مانعی بزرگ بین بنده و پروردگارش میشود. نعوذ بالله من ذلک. پناه با سیالم بریم از این. لذت ایمان را از دست میدهی، آرامش دل را احساس دیگر نمیکنی ای بنده. پس عملهای صالح از درست شدن دل پیدا می شود و مسلمان برای سلامتی دلش تلاش میکند و دل را از چیزهایی که به سوی گناه میکشد دور میسازد و پاک مینماید. قال انس بن مالک رضی الله عنه فرمودند اتى جبریل رسول الله صلی الله علیه و هو یلعب مع غلمان. جبرائیل نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد در حالی که او با 2 پسر بچه بازی میکرد. فاخذه و صرعه، او را گرفت و به پشت او را خواباندند و شق عن قلبه، و قلبش را، شکمش را شکفتند. و استخرج القلب، قلب پیامبر را برآوردند. و استخرج منه علقه، یک گوشتپاره را از قلب پیامبر برآوردند. فقال هذا حظ الشیطان، گفتند این نصیب شیطان است در تو. ثم غسل فی طست، در یک کاسه، در یک چیزی وارد شستن قلبش رو. من ذهب بماء زمزم، یک کاسه طلایی از با آب زمزم او را شستن. سپس بر مکانش اون رو برگرداندند. روایت مسلم. تا که صفتهای دل صاف را نشان بدهد. حسد نداشتن، حسد از نعمت دیگران سوزش کردن، ناراحتی احساس نکند، کینه در دل پیدا نشود، دل پاک، نیت تازگی بیند. بارک الله فیکم. صحابه رضی الله عنهم با این خصلت بزرگ، با دل صاف، از الله سبحانه و تعالی درباره انصار یاد کردند و سخن او سبحانه و تعالی در این مورد ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و در سینه هایشان نسبت به آنچه از غنیمت داده شده است هیچ نیاز، حسد نمیابند
و آنها را بر خود اولاتر می‌دانند، هرچند خود به تنگ دستی کمبودی گرفتار باشند. علما همین روش راست را پیش گرفتند. ابن قیم رحمت الله علیه شیخش شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه نقل کرده است. بعضی از همنشینان بزرگ او میگفتند که دوست داشتم که من با همنشینم مثل مناسبت ابن تیمیه با دشمنانش و خصومت کنندگانش معامله کنم. خوب گوش بدهید. دوست داشتم. بعضی از همنشینان بزرگ او ابن قیم را ذکر می‌نماید. میگویند آرزوشون چی بود؟ آرزو را اهمیت دهید، جای تعجب آور است. میگوید من دوست داشتم که من با همنشینانم مثل مناسبت ابن تیمیه با دشمنانش و خصومت کنندگانش معامله کنم. هیچ کس را ندیدم که بر ضد کسی نفرین کند، بلکه برای آنها دعا میکرد و روز خبری مرگ از یکی از دشمنان سختش را و کسی که او را آزار میداد رسید و او را نصیحت کرد، کسی خبر آورد و استغفار کرد و از جایش برخاست، به خانه اهل آن نفر رفت و گفت من به جای شما هستم و هر کاری که به کمک احتیاج دارید من تنها یاری میدهم. خانه دشمنش و مانند این سخن را میگفت و آنها از این حالش شاد شدند، برای او دعا کردند و این رفتار را رفتاری بزرگ شماریدند. پس این سلامتی دل صاف، نفرین نکردن، قصاص نگرفتن، دعای بد نکردن، چون مقصدش شیخ خیر بود، اصلاح بود، نه غالب شدن. در مصیبت دشمن هم انسانیت هم رحم را نشان دادن و این کار آسان است. این تنها از جانب آن شخص برپا می شود که واقعا خالص از برای الله است، کبر ندارد، قضا و قدر الله را قبول دارد، نفسش او را با سوی بدی نمی کشاند، بلکه نفسش را لجام کرده است، برای حق زندگی می کند، نه برای غالب شدن بر کسی. پس در سلامتی دل صاف، تحقیق ایمان به قضا و قدر، گشاده دلی، آرامش خاطر، اطمینان نفس، گمان نیک نسبت به دیگران و سعادت در زندگی انسان برپا می گردد. پس ایمان به قضا و قدر هر چیز با اراده الله است. دل انسان آرام نمی شود، از غم آسوده حال نمی گیرد، از خشم دور نمی شود مگر ایمان به قضا و قدر. گشاده دلی و راحت دل، از کینه دور بودن، از حسد دور بودن، از غرور دور بودن، همه این وزنی هایی است که انسان را به سوی هلاکت میکشند. انسان اگر چند که خود را خوب بشمارد، اگر چند که خود را عظیم بشمارد، ولیکن درونش خود بداند که درونش او را عذاب میدهد. و همچنین گمان نیک، انسان زود حکم نمی کند. سخن را شنیدی، خبر را پی بردی، از مردم در خود سخن شنیدی، زود حکم نمی کنی. پس سبب سلامتی قلب، دل صاف، بهشت های نعمت میگردد. از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که ما نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم. فرمود حاضر مرد از اهل بهشت بر شما پیدا می شود. حاضر یک مرد از اهل بهشت بر شما پیدا می شود. یک مرد از انصار برآمد. صحابه نزد او ماندند. عبدالله ابن عمرو ابن عاص. عبدالله ابن عمرو نزد او 3 شب ماند، ولی از آن مرد چیزی ندید. عبادت زیادتی، یگام کار زیادتی ندید. از او پرسید پس آن چیزی که بر تو رسیده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین گفت چیست این؟ گفت این تنها همان است که دیدی. من هیچ چیز ندارم، همین چیزی که دیدی همین چیز است. 3 شب در خانه بماند. غیر از این که من در دلم نسبت به هیچ یک از مسلمان کینه ندارم و بر هیچ یک از نعمت مردم بخیلی نمی کنم، حسد نمی خورم. روایت احمد است. خالی بودن دین از کینه. من در دلم نسبت به هیچ کس از مسلمانان کینه ندارم. گفت اهل بهشت، مردان اهل بهشت حسد نمیبرن به نعمت دیگران و دلتنگ هم نمیشوند، چون حسد ثواب انسان رو از بین میبرد. کینه انسان رو به غیبت، به عداوت، به ظلم، بر زشتی میکشاند. پروردگار برای ما دل سلیم نصیب روزی بگردان و روح ما رو پاک بگردان. پس قلب سلیم، سلامتی قلب در حیات انسان این سبب خوشی های زندگی بنده بوده است و از پروردگار دعا میکنیم که برای ما سلامتی قلب نصیب روزی بگرداند و هر چی که گفتیم و شنیدیم پروردگار توفیق عمل کردن رو بر این بنده کوچک بدهد. چون امروز فهمیدیم و شنیدیم و دیدیم و
خواندیم که این عملها بنده رو با پروردگار نزدیک میکرده است یا اینکه عملهایی که بنده رو از او دور میسازد و گمراهش میسازد و گمنامش میسازد. پروردگار ما رو از زمره این بندگان قرار نده. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.